سلام درود به دوستای خوب زیستیارم، خوش اومدین به تستای کنکور فصل ششم از زیست دهم. تو این قسمت میخوایم گفتار 1 و گفتار 2 رو تستای کنکور از سال 1398 تا 1403 رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چه جاهایی بیشتر مورد توجه طراحان کنکور وجود داره. خیلی وقتتون نمیگیرم، بی معطلی میریم سر وقت تست اول. مرجعمون سرسری 401 گفتار 1 ویژگی یافته‌های گیاهی. دیواره یافته‌ای. تست 105 با توجه به شکل زیر که نوعی ساختار را در گیاه نشان می‌دهد کدام عبارت درست است؟ ساختارها رو ببینید. 1 2 3. 1 دیواره پسینه، یادتون باشه چند لایه بود؟ رشته‌های سلولوزی تو هر لایه موازی نسبت به لایه دیگه زاویه دار بودن. دیواره نخستین حاوی پکتین و سلولوز شماره 2 و شماره 3 که پکتینه و تیغه میانیه. بخش 2 یعنی چی؟ یعنی دیواره نخستین همانند بخش 3 یعنی تیغه میانی حاصل فعالیت ریزکیسه یا ویزیکول های دوغشاییه. همونطور که میدونین فعالیت جسم گلژی و شبکه اندوپلاسمی میاد این ویزیکولا رو میسازه و جفتشون هم ویزیکولا، هم شبکه اندوپلاسمی و هم جسم گلژی تک‌قشا هستن، دوغشایی نیستن. این گزینه غلطه. بخش 3 یعنی تیغه میانی برخلاف بخش 1 یعنی چی؟ یعنی دیواره پسین به طور عمده حاوی ترکیبی است که همانند چسب عمل می‌کنند. اون ترکیب چی بود؟ پکتین بود. بله، دیواره نخستین و تیغه میانی پکتین داشتن ولی دیواره پسین پکتین نداشت. پس این گزینه درسته. تیغه میانی برخلاف دیواره پسین به طور عمده حاوی ترکیبی است که مانند چسب عمل می‌کند که اون ترکیب پکتینه. دو تا گزینه دیگه هم بررسی کنیم. بخش 3 یعنی تیغه میانی برخلاف دیواره پسین غشای ریزکیسه ها و ترکیبات سلولوزی رو دریافت کرده. این گزینه هم غلطه. اصلا تیغه میانی که همون شماره 3 ما باشه ترکیبات سلولوزی نداره، فقط از پکتینه. و گزینه 4 بخش 1 یعنی دیواره پسین همانند بخش 2 که دیواره نخستین باشه به طور عمده حاوی مونوساکاریدهای 5 کربنی که به طور موازی قرار گرفتن. اولا اینکه اصلا بخش 1 قبول حاوی مونوساکاریدهایی که به طور موازی قرار گرفتن، ولی بخش 2 که نیومده بگه دیواره سلولوزاش موازی قرار گرفتن. پس اینجا از این 1 همانند 2 یعنی دیواره پسین همانند دیواره نخستین اصلا اینجاش گیر داره. سلولوز 6 کربنی بود، گریز زده به فصل 1. باید بدونین سلولوز جزء هگزوز ها بود، یعنی 6 کربونه بود و این 5 کربنی کارو خراب میکنه. اگه از اینجا شک کنیم نتونیم رد کنیم، اینجا 5 کربنی کارو خراب میکنه. میایم تست بعدی. پس جوابمون شد گزینه شماره 2. تست 106 خارج از کشور 1401. دوباره همون ترکیب رو داریم. 1 دیواره پسین، 2 دیواره نخستین و 3 تیغه میانیه. بخش 1 یعنی دیواره پسین برخلاف بخش 2 یعنی دیواره نخستین به طور عمده حاوی مونوساکاریدهای 5 کربنی که به صورت موازی قرار گرفتن. اینجا برخلاف رو اومده اوکی کرده، منتها 5 کربنی غلطه، 6 کربنیه. سلولوز داره، سلولوز 6 کربنیه. گزینه 2 بخش 1 یعنی دیواره پسین همانند بخش 3 یعنی تیغه میانی محتویات ریزکیسه‌ای را دریافت کرده. این گزینه کاملا درسته. هم تیغه میانی هم دیواره پسین میان محتویات ویزیکولی رو دریافت میکنن. گزینه 3 چرا غلطه؟ بخش 3 یعنی تیغه میانی همانند بخش 1 یعنی دیواره پسین حاصل فعالیت ریزکیسه های دوغشایی که این باز غلطه، شبیه گزینه 1 اونور دوغشایی نیست. شبکه اندوپلاسمی جسم گلژی هر دو تک‌قشایی‌اند. و 106 گزینه 4ش بخش 2 که میشه دیواره نخستین برخلاف بخش 3 که تیغه میانی حاوی ترکیبی که همانند چسب عمل میکنه. غلطه، اینجا باید هماننده بشه. دوتاشون پکتین دارن که مثل چسب عمل میکنه. تست 107 است.
اندومک‌های گیاهی مطرح شده. میگه در ارتباط با گیاهان کدام گزینه عبارت زیر رو به طور مناسب کامل میکنه؟ مرجعش هم سرسری 98. فقط بعضی از واکول‌ها سبزیسه دارن، غلطه. واکول‌ها اصلا سبزینه ندارن. فقط بعضی از واکول‌ها سبزینه دارن، غلطه. بازم واکول سبزینه نداره به هیچ وجه. فقط بعضی از سبزیسه ها کاروتنوئید دارن، اینم غلطه. همه سبزیسه ها کاروتنوئید دارن، کاروتنوئیدشون کمه نسبت به کلروفیلشون. فقط بعضی کروموپلاستا ترکیبات آلکالوئیدی دارن، غلطن. در غلط ترکیبات آلکالوئیدی فقط توی واکول یافت میشن، توی رنگ دیسه نیستن. فقط بعضی از دیسا مقدار فراوانی سبزینه دارن، کاملا درسته، که از تست‌های فوق‌العاده ساده کنکور بود. فقط بعضی از پلاستا مقدار زیادی کلروفیل دارن که بهشون میگن کلوروپلاست. میریم تست بعدی، تست 108. در ارتباط با گیاهان کدام گزینه عبارت زیر رو به طور مناسب کامل میکنند؟ فقط بعضی واکول ها کاروتن دارن، غلط. اصلا واکول ها کاروتن ندارن. کاروتن توی کروموپلاست یا رنگ دیسه پیدا میشه. فقط بعضی سبزیسه یا کلوروپلاست ها کاروتنوئید دارن، اینم غلطه. همه سبزیسه ها کاروتنوئید دارن. فقط بعضی کروموپلاست ها ترکیبات آلکالوئیدی دارن، اینم غلطه. و فقط این سوال تکرار شده است، این نمیشه با تغییر. فقط بعضی از پلاستا مقدار فراوانی سبزینه دارن یا کلروفیل، که بازم گزینه 4 جواب ما و کاملا درست. 109. کدام ویژگی یافته‌های کوتاه بافت اسکلرانشیم رو از یافته‌های بلند این بافت متمایز می‌سازد؟ یافته‌های کوتاه بافت اسکلرانشیم چیه؟ اسکلریده. یافته‌های بلندش فیبره. پس کدوم ویژگی میاد اسکلریت رو از فیبر متمایز میکنه؟ در بخش مرکزی اون فضای خالی وجود داره. اگه شکل کتاب ببینید در بخش مرکزی جفتشون با فضای خالی رو میبینیم. این سفیده اینا سلول مردن دیگه. تو بخش جفت فضای داخلی جفتشون فضای خالی وجود داره، بخش مرکزی جفتشون. لیگنین در دیواره آنها به اشکال و تزیینات خاصی قرار گرفته. این که اصلا غلطه، داره راجع به آوند چوبی صحبت میکنه. علاوه بر انعطاف پذیری، اصلا جفتشون انعطاف پذیر نیستن، این گزینه هم رد میشه. این علاوه بر انعطاف پذیری باعث استحکام اندام میشه، مال کلانشین بود. اصلا در دیواره آنها فرو رفتگی مجرا مانند منشعب و غیر منشعب فراوانی یافت میشه. دقیقاً درسته. ببینید سلولای کوتاه رو از بلند میگه متمایز میکنه، اسکلریت رو از فیبر متمایز میکنه. تو اسکلریت ما مجراهای منشعب و غیر منشعب زیادی داریم، ولی توی فیبر نداریم. مثلا مجراش هم کوتاه، همشون غیر منشعب. پس جواب ما میشه گزینه 4. حالا ویژگی مشترک یافته‌های کوتاه یعنی اسکلریت و بلند فیبر بافت اسکلرانشیم کدام است؟ در دیواره آنها فرو رفتگی مجرا مانند و منشعب و غیر منشعب فراوان یافت میشه. این الان وجه تمایزشون بود، پس وجه اشتراکشون میخوایم این گزینه رد میشه. ضمن انعطاف پذیری باعث استحکام، اینم غلط. انعطاف پذیر نیستن، گفتم برای کلانشیم. لیگنین در دیواره اونها به اشکال و تزیینات متفاوتی قرار میگیرن، اینم غلطه. و در بخش مرکزی خود فضای خالی دارن، کاملا جواب ماه که ویژگی مشترکشونه که در بخش مرکزیشون فضای خالی دارن. تست قبلی مال سراسری داخل 402 بود و این تست سراسری خارج 402. این سر وقت خارج 98 بافت سامانه بافت آوندی. کدام عبارت درباره آوند چوبی صدق می‌کند؟ سیتوپلاسم یافته‌آن کاملا از بین رفته. همین صدق کرد. آوند چوبی سلولاش مردن و لیگنین به اشکال خاصی تو دیوارش رسوب کرده و پروتوپلاست رو کامل از بین برده. همین جواب ما. سیتوپلاسم یافته‌هاش کاملا از بین رفتن. در دیواره ارضی یافته‌های آن صفحات آبکشی وجود داره، غلطه. اون تو آوند آبکشه، اصلا آوند چوبی صفحه آبکشی نداره. شیره پرورده از طریق یافته‌آن جابجا میشه، اینم غلطه. شیره خام جابجا میشه. ضخامت دیواره یافته‌آن یک نواخت است که این شکل شما ببینین متوجه میشین ضخامت لایه‌هاش یک نواخت نیست. حتی شکل واقعی کتاب هم ببینین متوجه میشین ضخامت، چون به اشکال متفاوتی داره میگه کتاب رسوب کرده دیگه. پس اینم غلط. 112 سراسری 401 میگه چند مورد عبارت زیر رو به طور مناسب کامل میکنه.
در ساقه هوایی یک گیاه علفی هر سامانه بافتی که محتوی یاخته‌هایی دراز و فیبری شکل است، یاخته‌هایی با دیوار نازک و انعطاف‌پذیر دارد. دراز و فیبری شکل داره، فیبر رو میگه و میتونین شما کلانشیم هم در نظر بگیرید، دراز شبیه فیبر دیگه. تو سامانه بافتی زمینه‌ای و سامانه بافتی آوندی ما این دو نوع سلول رو می‌بینیم که جفتشون بافت پارانشیمی دارن که یاخته‌ای با دیوار نازک و انعطاف‌پذیرن. پس این گزینه درسته. در ساقه گیاه علفی هر سامانه بافتی که محتوی یاخته‌هایی با دیوار نخستین ضخیمه به عدسک‌های کوچک و برجسته نیاز دارن. یه گیاه علفی اصلا عدسک نمیخواد. بعد مثلا گیاه علفی خیلیشون تک لپن، عدسک رو تو رشد پسین داشتیم که کامبیوم چوب پنبه ساز میومد فعالیت میکرد و چوب پنبه و اینا تولید میکرد و این گیاه علفی اصلا عدسک نداره که اصلا غلط. هر سامانه بافتی که محتوی یاخته پارانشیمیه در فتوسنتز ذخیره مواد نقش اصلی ایفا میکنه. اینم غلطه چون بافت آوندی هم سامانه بافتی آوندی هم پارانشیم داره و پیراپوست هم خونده بودیم پارانشیم داره. فتوسنتز ذخیره مواد غذایی نقش اصلی رو نداره. هر بافتی که محتوی یاخته سبزینه داره میتونه مستقیما از انتشار آب به محیط اطراف گیاه ممانعت کنه. خب قبول، نگهبان روزنه میتونه، ولی بافت پارانشیمی خود گیاه، بافت زمینی که پارانشیم سبزینه داره چجوری میخواد مستقیما از انتشار بخار آب به محیط اطراف ممانعت کنه؟ پس این هم غلطه و یک گزینه فقط درسته و 112 میشه گزینه یک. کدام مورد عبارت زیر رو به طور مناسب کامل میکنن؟ قبلی 401 داخل بود، الان 401 خارج. در ساقه هوایی یک گیاه نهاندانه علفی هر سامانه بافتی که محتوی یاخته‌هایی با دیواره ضخیم و چوبیه، یاخته‌هایی با دیواره نازک و انعطاف‌پذیر داره. خب این درسته، هم بافت زمینه‌ای دیواره ضخیم و چوبی داره، اسکولارانشیم و فیبر که پارانشیم هم داره، بافت زمینه‌ای، سامانه بافت زمینه‌ای، و حتی بافت سامانه بافتی آوندی هم بافت پارانشیم داره که سلول‌هایی با دیوار نازک و انعطاف‌پذیر داره. پس جواب گزینه یک شد، تمام شد، رفت. بریم بقیه گزینه‌ها دلیل رد شدنشون رو بررسی کنیم. در ساقه هوایی یک گیاه علفی هر سامانه بافتی که محتوی یاخته‌های دراز و فیبریه فضا بین روپوست و بافت آوندی رو پر میکنه. ما دراز و فیبری تو سامانه بافتی آوندی هم داریم، ولی این فقط راجع به بافت زمینه‌ای داره صحبت میکنه. فضا بین روپوست و بافت آوندی و سامانه بافتی زمینه‌ای پر میکرد و ما اینجا از قسمت اول سامانه بافت آوندی رو هم باید در نظر بگیریم. در ساقه هوایی یک گیاه علفی نهاندانه علفی هر سامانه بافتی که محتوی یاخته‌های پارانشیمی باشه در فتوسنتز و ذخیره مواد نقش اصلی رو داره. غلطه، الان بافت پارانشیمی ما تو سامانه بافتی آوندی هم داریم، ولی تو فتوسنتز و ذخیره مواد نقش نداره، در انتقال مواد نقش داره. هر سامانه بافتی در ساقه، هر سامانه بافتی که محتوی یاخته‌های سبزینه داره میتونه مستقیما از انتشار بخار آب به محیط اطراف گیاه ممانعت کنه که بافت زمینه با پارانشیم سبزینه دار نمیتونه این کارو بکنه. این فقط راجع به نگهبان روزنه داره صدق میکنه. 114 سراسری 403 داخل. کدام ویژگی یاخته‌های کوتاه سازنده آوند چوبی رو از یاخته‌های بلند این آوند متمایز میکنه؟ منظورش عناصر آوندی و از تراکید نوشته خودش اصلی ترین یاخته‌ها مد نظر قرار گیرد. لیگنین در دیواره آنها به شکل‌های متفاوتی قرار میگیرن. خب این الان وجه تمایزشون نیست، وجه تشابهشونه. از عرض به هم متصلن و لوله پیوسته به وجود میارن. این وجه تمایزشونه. چرا؟ چون عناصر آوندی به هم دیگه از عرض متصلن، کوتاهن، لوله پیوسته وجود میارن، ولی تراکیدها از طول متصلن به هم دیگه، از عرض متصل نیستن. تو شکل کتاب هم داریم میبینیم اینجا، ببینید آونده چوبی یاخته مدرن دیوار آن چوبی شده، لیگنین در دیوار اونها
به شکل متفاوتی قرار میگیره. بعضی آوندهای چوبی از یافته‌های دوکی شکل دراز به نام تراکیتساشون، در حالی بعضی از به دنبال هم گرفتن یافته‌های کوتاهی به نام عناصر آوندی تشکیل میشن. عناصر آوندی دیواره ارضی از بین رفته، لوله پیوسته. دقت کنید متن کتاب دقیقاً. و پس جواب گزینه 2 شد. رشته‌های سیتوپلاسمی از درون سوراخ‌های دو انتهای یاخته عبور میکنن. شیره خام عبور میکنه، رشته سیتوپلاسمی نداریم، از بین رفته سیتوپلاسم داخل سلول آوند چوبی. جریان شیره خام از یاخته به یاخته دیگر فقط از طریق منفذ لانس صورت میگیره که اینم بچه تمایز نیست، بچه تشابهشونه. 403 خارج. ویژگی مشترک یافته‌های بلند و کوتاه آوند چوبی کدومه؟ اینجا ویژگی تمایز خواست تو داخل، تو خارج ویژگی مشترکشون خواست. جریان شیره خام از یاخته به یاخته دیگر فقط از طریق منفذ لانس صورت میگیره. رشته‌های سیتوپلاسمی از درون سوراخ‌های دو انتها عبور میکنه، غلطه. لیگنین در دیواره اونها به شکل متفاوت قرار میگیره، کاملا درست این گزینه. از عرض به هم پیوستن، اینم بچه تمایزشونه. و جریان شیره خام از یاخته به یاخته دیگه عبور میکنه، اینم بچه تمایزشون، بچه تشابهشون نیستش، چون که تو عناصر آوندی دیوار ارضی از بین رفته و میتونه از طریق اونها انتقال پیدا کنه. خب اینم از گفتار 1 و 2 تستاش بررسی شد. ان شاءالله جلسه بعد گفتار 3 رو بررسی می‌کنیم، چون هم مهم‌تره. تستاش هم زیاده، فکر کنم 7-8 تا، ولی تست مهمتری داره. رو شکل کتاب راجع به همون 2 تا شکلی بود که ریشه و ساق تک لپه دو لپه بررسی میشه و کاملا متفاوت از هم بود. امیدوارم براتون مفید بوده باشه این جلسه هم. خوشحال میشم حمایت کنین، ما رو به دوستان خودتون معرفی کنین. تا ویدیو بعدی موفق و پیروز باشید.